این گفته شده که اولین کسی که خندان به دنیا آمده حضرت زرتشت بوده. خندان به دنیا آمده. دومی کس میگن که سهراب بوده، پسر رستم، که حکایت داره از خود شاهنامه که کودک وقتی که به دنیا اومد میخندید. دیگه منتظر روزگار، منتظر سومیش بود که من به دنیا اومدم. بعد حالا روایت از مامانم خیلی جالبه، میگه وقتی به دنیا آمدی شروع کردی خندیدن. من گفتم زهر مار. چرا میخندی؟ بعد بچه اینقدرم زشتی. چون مادر من 3 بار قبل از من فارغ شده بود، 3 تا پسر توپل سفید خوشگل. قدیما برعکس الان سفیدای توپل رو میگفتن خوشگل. دیدی اون موقع اینجوری بود بچه. الان میگن مثلا تیپ ما رو میگن جذاب. ولی بالاخره نیم قرن گذشته، سلیقه ها عوض شده و اون 3 تا به دلیل زیباییشون و توپلی و خوشگلیشون چشم خوردن. آره مامانم میگن اینا رو چشم زدن و اینا فوت شدن. ای بابا. تا اینکه خلاصه اینا میرن مشهد و پابوس امام رضا، اونجا نظم میکنن که خدا یه بچه زشت به اینا بده ولی بمونه. یعنی میگن هر چی زشت‌تر بهتر. یعنی از امام رضا درخواست میکنن که حتما این بچه خیلی زشت باشه. اون موقع مثلا محمد رضا گلزار نبود. وگرنه مثلا میگفتن اینو دیدی، درست برعکسه. خلاصه حالا نشانش چیه؟ نشانش اینه که اینجا گوش سمت راست من یه سوراخ داره که این حلقه است که به عنوان غلام امام رضا، من در اصل باید غلام رضا می بودم، منتها چون پدرم عاشق امام علی بود، با اینکه من غلام امام رضا بودم، یعنی در اصل من غلام رضا ولی علی رضا صدا میزنم. آره این سوراخ که در گوش دارم نشانه اون به اصطلاح نظر و نیازی است که خانواده با امام رضا کردن. و وقتی که من به دنیا میام، حالا علت خنده من چی بود؟ اونجوری که خودم به یادم میاد این که آره وقتی به دنیا آمدم نگاه مامانم کردم، گفتم حالا ما که خودم ندیدیم اینو زشته ولی مادرمونه که میبینیم. گفتم این کیه منو زاییده؟ مثلا اون موقع آره خیلی دوست داشتم مثلا سوفیا لورن منو زاییده باشه. تو بکن حالا مامانمو ببینی عین خودمه. بعد وقت جالبیش اینه که وقتی من به دنیا میام مادرم میگه من شروع کردم گریه کردن. اول که فکر کردم یه دیوونه زاییدم چون مدام داره میخنده. بعد چقدر زشته این و نگران که اینو عوض کنه. یادش رفته ناز کرده امام رضا یه بچه زشت بهش بدن، چون یادش رفته بوده، چون 3 بار بچه تحویل گرفته دیده ماشاءالله توپل سفید خوشگل، این یکی 4می یک چیز مزخرف. میگه وقتی که دیدنش کم گریه کردن که این چرا انقدر زشته. من چون خیلی بچه بودم دیگه، تقریبا 1 دقیقه بوده از عمرم، جوابی براش نداشتم، فقط میخواستم اون موقع بگم آینه بدم خدمت که یعنی تو آینه نگاه کن چقدر ما به هم شبیهیم. احتمالاً اون بچه‌های اشکالی داشتن خوشگل شدن، چون اختلالات کروموزومی همیشه به زشتی منجر نمیشه. گاهی اختلالات سبب میشه که آدم مثلا شبیه گلزار بشه، شبیه رامبد جوان بشه مثلا. بچه‌های سالم‌تر شاید زشت‌تر اصلا باشن. به هر حال اونجا مادرم میگه که من فهمیدم که با یه پدیده مواجه شدم. میخواست اسممو بذاره پدیده، منتها چون پسر بودم دیگه به همون دلایل گذاشتن علیرضا و از اون لحظه شروع کردم خندیدن تا به خدمتشون.